ایمان کامل نمیشه تا وقتی که پیغمبر بر ما محبوب شود. از کی کده؟ از پدر کده، مادر کده، از اولاد کده، از کل مردم کده. کل مردم یک طرف بون. محبت یکی طبیعی است. محبت طبیعی غیر اختیاری است. یک انسان طفل خود دوست داره، یک انسان یک چیزی دیگری را دوست داره. یکی محبت شرعی است. محبت شرعی این را میگه که هنگام مقابله شد یک طرف امر رسول الله است و یک طرف امر پدریت است، یک طرف امر رسول الله است، یک طرف محبت اولادت است، موضوع اولادت است، یک طرف امر رسول الله صلی الله علیه وسلم است و دیگر طرف کاری مردم است. کدامش ترجیح میدی؟ آنی معلوم میشه که تو قد پیغمبر محبت داری یا نه. بالکل واضح میشه. دعوا خاصان گپ است. هر کس میگه من محبت با رسول الله دارم. محبت با رسول الله تقاضا میکنه از تو عمله که در زندگی خود تطبیق بکنی.